طرف عروس اومد دعوا میکنن. خدا هم خندیدی. بله خنده تو. نه لطفا اجازه بدین که من نکن دیگه. سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که همیشه لبتون بخنده و دلتون پر از امید و آرامش باشه. کوچیک همتون عابد تبریزی هم یه ویدیوی جدید با سعی کن نخندی مهمون نگاه زیبای شما هستیم. امروز هم مهمون عزیزم آقا مهران شاپری مو فرفری خودمون. سلام. سخت میاد صندلیه نه؟ قرار ویدیو نگاه کنیم سعی کن نخندی به این شرط که هر کی بخنده با برفی شدی بریم استقبالش. زنی چپ داری؟ حرف اومد واقعا. بریم آقا. چی شد؟ بریم. بنده پرشی چیه؟ تو دهنشون از اون مرغای نالان گذاشتن بعد با کمربند میزنن. هر کی فکر کنم صداش در بیاد تنابشو میبره میفته توی که صداش در اومد باید بره الان تو که چرا باری؟ خنده دیگه صداش صدا ما بشه نهیمه خندید من حال کردم شما خندیدید بله یکیچ پرات میریزه وقتی بفهمی داره تمساح میگیره. تمساح که نمیاد بالا که اصلا. چی شد؟ چوبش شکست زدی. تمساح گرفته بچه. من این ویدیو رو دیدم. تمساحه. پرام داره میره سونا خشک. سونا خشک نبود، داشتن غذا درست میکردن. الان بخاره میره میبینه تو رستوران هتل. لخته خوب بود. ما این کار انجام بدیم. چرا زد؟ رفیقش ناراحت شد که چرا این کاره زایه رو کردی که زایه شدیم. هیچ که نمیگیره و میخوره زمین. چه کاری بود کرد؟ ادامه‌شو ببینیم. شما دوباره باره که میخندین؟ بله. واقعا چیزی من چرا اولین بار بهت برفشاری نزدم لطفا. نه برای چی من؟ این یه بارم به خاطر اون بار اولی که نزدم. اوکی. بیا بازی رد دستم صورت تو پاک کن خندت ببین. یه قهرمانان جهان ها شد تو هندوستان. سرش سفترین سر دنیا. خدا هم خندیدی. بله خنده تو. بله خنده تو. بیت کاما مرد. بیا آینه اینه یکی عروسه خوب توی شهر وان ترکیه است. این اینجا اونو هول میده. طرف عروسه طرف عروس اومد دعوا میکنن. چرا؟
میمونه نگاه. جنگ شد بزن لگد مشت چک داره برادرشو گول میزنه، داره بهش میگه که آقا من این کارو بکنم تو غیبت میزنه، یعنی تو الان نامرئی شد داداشش. پسر باور نمیکنه. اینا از قبل یه عکسی رو آماده کردن، خواهرم میاد بغلش میشینه بعد به دوستش میگه عکس بگیر از من. این عکس رو قبلا گرفته بود، این الکی یه فلش میزنه بهش نشون میده، میبینه اون کسی پیششیست. پسره دید پراش ریخ. بس چرا اونجا رفته؟ خب ساده میفته بهتره. Are you okay? Are you okay? Yeah, I am okay. ایرانه؟ وای به این میگه فقط اولیه رو بزن بیفته توش، همه رو کشید. وای بچگی های مهران ها، بچه ها مهران بسیار پیش فعاله، بسیار پیش فعاله. متاسفانه هر موقع میام اینو بهم میگه توی یا این توی؟ من دید که تقلب کرد. بعد رفیقاش ببین چقدر خوبن، همه پاره کردن. دمشون گرم واقعا دمشون گرم. تو بازنده ای و به خاطر این دوباره بله نفری که آخر میشه باید کلی برقشاری بکنه. خب لحظه نه بدون دست لطفا، بدون دست اجازه بدی من. چقدر مو داری مهران. نه لطفا اجازه بدیم که من تقوا پیشه کن. نکن دیگه اینو سرطان دار نیست نسیش تو دهنم. نه به نظر من که هر چقدر میتونین الکی بخندین. من به خاطر رقابت با مهران نمیخندم، اکثر آیتماش خنده‌دار بود و اینکه شاد باشین و پیروز و اینکه خیلی مخلصم. مرسی تا این لحظه ما رو نگاه کردین. کامنت های شما به ما انرژی میده، هر نظری داشتین برام بنویسین میخونم. مهرانم خوشگل‌تر از همیشه شده الان تو این لحظه به نظرم. ما خیلی ساده‌تر داره بسته میشه. یه حالت گرفت یه اصلا من مرسی که بودی، دمت گرم، دمت واقعا گرم. و اینکه مرسی از خانواده 150,000 نه الان از 100,000 هم رد شدیم. مرسی که این لوحو دارم ان شاءالله طلاییشو کنار هم دیگه. مرسی از خانواده خفن یوتیوبم، دمتون گرم که تا این لحظه رو نگاه کردین. میبوسمتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.